خب برای مضراب خور قرار شد که این قسمت 14 میل بره پایین، یعنی به فاصله 14 میل بره پایین و این قسمت هم هرچی که اینجا بود 6 میل میره پایین. یعنی اینجا اگه 14 میله نصفش، اینجا 7 میل میره پایین. اگه اینجا 12 بود اینجا 6 میل میرفت پایین. یه نکته دومی که واسه مضراب خور نقاره، ما از این قسمت شروع میکنیم میریم پایین تا برسیم به این قسمت دیگه. از اینجا شروع نمی کنیم، از این وسط شروع نمی کنیم، از ابتدای قلبا، از اینجا، یعنی تقریبا از ابتدای قله ها شروع میکنیم میریم پایین تا برسیم به این قسمت. اما در قسمت کاسه از این قسمت نوک قلب شروع میکنیم میایم تا این قسمت، یعنی تقریبا یک ساندانی مونده به قله ها. ما سعی میکنیم که اینو ختمش کنیم، یا از قله شروع میکنیم به این صورت نازک میاد در اینجا تموم میشه و میشه مضراب خور ما.